ساکنان ناحیه کلمی ولایتی سوات پاکستان در روزهای گرمای رمضان پیریخ‌ها را پاره کرده برای فروش به شهرها میبرند. در این دوره یخ هم به مال سرخریدار تبدیل یافته است. به نوشته خبرنگاری رادیوی مشعل، در دوره رمضان بعضی منطقه ها از تأمین منظم برق محروم بوده، برای نگهداشت غذا و تهیه نوشاکی های تشنه‌شکن از یخ استفاده میبرند.